داروسازی، علوم پزشکی اصفهان. این همه درس خوندین، پرکتیس، داروخانه. چی شد اینجا؟ چجوری اعتماد کردین؟ من یه بار دیگه سلام میکنم به همه دوستان و دقیقا این سوالیه که زیاد از من میشه و البته خواستم بگم که در واقع من 5 سال پیش که اومدم اصلا داستانشو بگم چجوری اعتماد کردم، چی شد اومدم. ببین دقیقا من 5 سال پیش بود که این بیزنس رو شروع کردم و زمانی که اومدم در واقع ما مهاجرت کردیم دقیقا به خاطر همون که من 17 سال تو رشته خودم کار کرده بودم، 10 سال داروخانه داشتم و خب یکی از داروخانه های خیلی خوب اصفهان بودم. وقتی که اومدم صادقانه فقط به داروخانه زدم فکر میکردم، به هیچ چیز دیگه هم فکر نمیکردم. اینه که شروع کردم تو همون مسیر پیش رفتن. ولی بعد از یه مدتی ببین ما هممون مهاجریم، همه ما مشکلات مهاجرا رو میدونیم، گرونی ها، هزینه های سنگینی که پیش بینی نشده تو مسیر راهت قرار میگیره. یعنی یه هزینه ما ببین وقتی که ما اومدیم دلار زیر $3000 بود، تومن. و بعد یک دفعه رفت دیدی که الان به کجا رسیده. بعد از این مدتی یک دفعه ما شد $20000 نمیدونم و اینقدر اینا گرون شد، در واقع تفاوت قیمت دلار و تومن و ما خب اصلا پیش بینی نکرده بودیم و ما یه خانواده 5 نفره، من به همراه همسرم، خب 3 تا پسرم، هزینه های سنگین اینجا، خونه هم خریدیم، مورگج خونه. و اونجا بود که دیدم که خب حالا اگه منم بخوام داروخانه رو راه اندازی کنم یک هزینه بسیار زیاد، یک سرمایه گذاری بسیار سنگینیه در ابتدای کار. خب اینجا بود که دیدم که نه، این گزینه مناسبی نیست برای من که بخوام اصلا برام قابل پرداخت نبود صادقانه. از اونجایی هم که همیشه میدونستم که تفاوت زندگی کارمندی و با بیزینس اونر بودن، یعنی میدونستم که اون کیفیت زندگی که من دنبالش هستم و با کار کارمندی نمیتونم داشته باشم و من بهش راضی نبودم. اینه که به دنبال این افتادم که خب یه بیزینس دیگه ای، پس یه بیزینسی راه اندازی کنم. و خب صادقانه اصلا به بیزینس های آنلاین فکر نمی کردم، حتی در اولویت دوم و سوم منم نبودن، اینجوری بگم. چون نه چیزی بلد بودم، نه بک‌گراند تحصیلیم ربطی داشت، نه کار کرده بودم، هیچی. من فقط در حد یه تماشاچی توی فضای مجازی بودم، حتی کامنت هم نمیذاشتم، اینجوری برات بگم، فقط نگاه میکردم و اینه که هیچی بلد نبودم. افتادم دنبال این که خب بیزنس های آفلاین زیادی رو شروع کردم سرچ کردن، این طرف اون طرف، و دیدم که خب همشون بیزنس های آفلاین اینوستمنت های سنگین میخواد، خیلی فرقی با داروخانه نداره، به اضافه این که خیلی وقتمو میگیرن، خیلی از لحاظ زمانی. من یادم پدرم خدا بیامرز همیشه میگفتن که کسی که بیزینس داره پاش شکسته، یعنی اینکه دیگه تکون نمیتونه بخوره. خب داروخونه هم یکیش بود، ولی خب حداقل داروخانه رو من همیشه هم میگم من عاشق کارم بودم و هستم. این نیست که من کار خودم رو دوست نداشتم که شیفت کردم به سمت بیزینس های آنلاین، ولی حالا توضیح میدم که اصلا داستان از کجا به کجا رسید. و اینه که خلاصه من در فایده نداره، منم اینجا دست تنها با یه خانواده‌ای که مسئولیتش رو دوشمه و خب هممون میدونیم که آدم اینجا خیلی تنهاه. و یواش یواش آشنا شدم، همونطور که سرچ میکردم، چون راجع بیزینس ها با بیزینس های آنلاین آشنا شدم و خب دیدم قابلیت های این که اینجا ما تو ایران خب دسترسی نداریم، خیلی محدودیم، خیلی فضاها برای ما بلاک شده است، مثل خود فیسبوک، دیدی که ما اصلا تو ایران نمیتونیم از اینا استفاده کنیم. بعد خب بچه ها مدرسه میرفتن، دو قلوهای من و پسر بزرگم تینیجر بود، دیدم چقدر اینا با کامپیوتر، با این فضای آنلاین کار دارن، گوگل کلاس روم دارن، این دارن اون دارن، اصلا من نمیدونستم اینا چیه. و یواش یواش دیدم اینا حرف از این که ما کانال یوتیوب داشته باشیم، نه چی فلان، کنجکاو شدم، رفتم این که میگم من 2 سال قبل از اینکه این بیزینس رو شروع کنم داشتم سرچ میکردم، دنبال بیزینس میگشتم. این نبود که یک دفعه چنین تصمیمی رو بگیرم. و بعد یواش یواش دیدم اینجا مردم از فضای آنلاین خیلی استفاده میکنن. برام جالب بود، میرفتم مثلا توی مکدونالد، استارباکس اینا میشستم، دیدم همه یکی لپتاپ رو پاشونه، هم تو دارن کار میکنن. چی کار میکنن اینقدر با این
و خب در عین حالم برام جذاب بود. همیشه توی بک‌گراند ذهنی در واقع مرشاد جون این داشتم که کاش منم بلد بودم. میدونی درست. همیشه من میگم وقتی شما به دنبال یک چیزی، وقتی یک چیزی سر راهت قرار میگیره، شما یه زمانی از خدا یه چیزی خواستی، یه چیزی از خدا، از خدای خودت، از کائنات که برات پیش اومده. و من فکر کنم همیشه این تو بک‌گراند ذهنی بود که کاش منم اینو یاد بگیرم. چون من یادم تو داروخونه که بودیم این اواخر که خب یه خورده سیستما تکنولوژی اومده بود و قبل اینکه من مهاجرت کنم بچه‌ها دیگه نسخه رو با کامپیوتر می‌زدن. من خیلی سنتی کار می‌کردم دستی و تو داروخونه گاهی می‌خندم و خانم دکتر یه چیزی وجود داره به اسم کامپیوتر که کارا رو راحت‌تر می‌کنه. من هنوز قلم و کاغذ و مداد سختم بود و سپرده بودم به در واقع پرسنل داروخونه این کارا رو. بعد این یه جوری یه چیزی قلقلک هم میکرد که ببین تو بلد نیستی، اونا مثلا به بلد. شوخی هم بات میکنن. آره. و اینجا بود که یه دفعه آشنا شدم با آمازون، ای بی، شاپیفای، استاک مارکتینگ. هی رفتم تحقیق کردم، گفتم بذار ببینم جریان چیه. ولی خب هر کدومش یه چیزایی بود که با اون چیزی که من دنبالش بودم منافات داشت وقتی میرفتم دنبالش. و مهمترینش این بود که من چیزی بلد نبودم. من صفر صفر زیر صفر بودم و نیاز به یک آموزشی داشتم و دنبال همین بودم که یه چیزی یاد بگیرم که با این بیزنس آشنا شدم. و علت این که اومدم به سمت بیزنس های آنلاین، اینوستمنت پایینش نسبت به بیزنس های آفلاین بود و در کنارش اون آزادی عملی که به من میداد، آزادی مکانی. به عنوان یه مهاجری که خب بچه‌هاش اینجا تنهاییم دیگه، ما مادر و پدر و خاله و دایی و عمو و اینا رو که نداریم کنار بچه‌هامون. و این آزادی که من میداد که هر جا اینترنت باشه خب بتونم کارم حالا از تو خونه مدیریت بکنم، اینا چیزایی بود که توی ذهنم بود. و ولی خب میگم اون قبلی ها رو نرفتم به خاطر اینکه میدم من دنبال این نبودم که مثلا $1000 در ماه داشته باشم. من دنبال یک گزینه ای بودم، بیزینسی که بتونه زندگی در واقع اون چیزی که من میخواستم از دنیا به من بده و من به این مقدارا راضی نبودم. و چیزی که برام جالب بود توی این بیزنس، البته یه چیزی هم توی پرانتز میگم، هیچ بیزینسی یه شب پولدار شدن نیست، حتما نیاز به زمان میخواد، ولی اینکه پتانسیلش رو بررسی کنی. وقتی اومدم اینجا، حالا همسرم هم وسط کار، حالا وسط این چیز میخندید و گفت ببین تو دنبال یه چیزی هستی دور باشه، قلتون باشه، ارزون باشه، نداری. گفتم این نیست. آره. و در نهایت وقتی که اینو پیدا کردم و همسرم گفتم ببین جوینده یابنده هست و جایی بود که بیزینسیه که امروز بعد از 5 سال که تو این سیستم هستم به جرئت میگم که یکی از بهترین تصمیمای زندگی بوده مرشاد جان و هیچ منافاتی هم نداره با اینکه بگم من دیگه مثلا نمیخوام به عنوان یه دکتر داروساز کار کنم. نه، اتفاقا الان که از لحاظ مالی اینقدر قدرت پیدا کردم که همیشه میگم اینجا من 2 برابر یه دکتر داروساز کانادا الان بعد از 5 سال در واقع درآمدزایی دارم. این امکانو به من میده که حالا بتونم برم این آزادی مالی و آزادی فکری و در واقع اون چیزی که به دست آوردم به من امکان اینو میده که حالا اگه دوست داشته باشم برم دنبال کار اصلی خودم با آرامش برم، نه با استرس این که حالا این همه هزینه رو چی کار کنم، حالا چی بشه. میدونی یعنی اینا منافاتی با هم نداره، اینا میتونه به موازات هم باشه و من همیشه اعتقاد دارم به اینکه باید آدم منابع مالی متعدد داشته باشه. توی بخصوص تو این کشورهایی که ما هستیم. من فکر کنم خودت هم الان یه دانشجوی رشته پزشکی هستی، درسته؟ و تصمیم گرفتی که این کارم در کنارش انجام